سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. اومدم با اولین ویدیوی آکادمی ستاره که میخوایم اینجا با همدیگه 3 هنر پولساز و ترند رو یاد بگیریم، اما به صورت رایگان. مبلغ همین دوره بالغ بر 6 تومنه. شما باید انقدر هزینه بکنید تا یاد بگیرید، ولی من تصمیم گرفتم که بهتون رایگان این 3 هنر رو یاد بدم. و حالا اومدم که یه مقدمه براتون بگم که اصلا این 3 هنر چی هست، یه مقدار ذهنتون باز بشه و آشنایی پیدا بکنین و در واقع ببینم که حالا تو کامنت ها بهم بگین که اصلا با این هنر آشنایی دارین ندارین، اسمشو شنیدین یا اصلا کار کردین یا نه. خب میریم برای مقدمه و شروع هنر. خب 3 هنر قالب سازی، سنگ مصنوعی و شمع سازی، این 3 رو من میخوام بهتون آموزش بدم به طور رایگان. خب حالا اگر که تا شنیدین این 3 هنر رو که حتما تو کامنت ها به هم نظراتتون رو بگین و بگین که اصلا در جریان این هنر هستین، بلدین، کار میکنید، نمیکنید، چی جوری هستش. خب در مورد هنر قالب سازی که من بخوام بهتون توضیح بدم این هستش که هنر قالب سازی در واقع بیس و اصلی حالا سنگ مصنوعی و شمع یا اینکه حالا مواد خوراکی مثل شکلات ها و اینها میشه. در واقع تا شما قالب خوبی نداشته باشین، خروجی خوبی هم متقابلا نمیتونین بگیرین. یعنی اینکه شما اول باید یک قالب خوبی داشته باشین، با کیفیت باشه تا بتونین خروجی خیلی خوبی بگیرین. یعنی حالا خروجیتون شمع میتونه باشه، حالا شکلات میتونه باشه، یا اینکه سنگ‌های مصنوعی که به عنوان دکور استفاده میشن. این هستش. ولی نکته اصلی این هستش که برای اینکه شما بخواید یه قالب خوبی هم داشته باشین، باید بیس خیلی خوبی داشته باشین که اون قالب خوب در بیاد. بیس ها در واقع از همون سنگ مصنوعی درست میشن که در واقع خب باید یه بیس تمیز و بدون حباب و بدون ترک و بدون مثلا زدگی و اینها داشته باشین که بتونه قالب خوب بهمون بده. حالا بیس ها رو که گفتیم از سنگ مصنوعی درست میشه. قالب از چی درست میشه؟ ما 2 مدل قالب داریم. قالب ها در واقع یه سری قالب های تعلیقی هستن که اون برای سنگ مصنوعی استفاده میشه، ولی ما بخوایم خودمون قالب رو درست کنیم متریالش از سیلیکون و هاردنر تشکیل میشه. یعنی از 2 چیز تشکیل میشه، سیلیکون و هاردنر. سیلیکون چی هسته؟ سیلیکون یه ماده شیمیایی و نفتی هستش که کیلویی خریداری میشه و باید با درصد دقیقی با هاردنر قاطی بشه تا بتونه به ما قالب رو بده. حالا هاردنر چیه؟ هاردنر هم در واقع خشک کننده سیلیکون هست، چون سیلیکون مایع هست و ما باید درصد مشخصی رو بریزیم با هاردنر قاطی کنیم که اون حالا قالب رو به ما تحویل بده. البته خیلی نکات ریزی و دقیق هست که بخوایم یه قالب خوبی داشته باشیم. حالا من اینجا مختصر و مفید دارم بهتون توضیح میدم که ذهنیتتون باز بشه و آشنا بشین با این هنرها. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومده لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خب بریم برای ادامه صحبت ها. خب حالا برای سیلیکون که بهتون گفتم درصدهای مختلفی داره. شور 10 داره، شور 15 داره، 25 داره. خب بستگی به اینها هاردنر خودش مشخص هست و میذارن کنارش. در واقع حالا باید ببینین که از کجا تهیه میکنین. حالا یه سری روغن ها داخلش قاطی نشده باشه تا بتونه خروجی خوبه در جای مطمئن باید خریداری بکنین.
و حالا بسته به اون حالا خب از 1 کیلویی داریم و گالون‌های 25 کیلویی که خب حالا باید ببینید شما چقدر میخواین قالب درست کنین و استفادهش به چه شکل هستش. میریم سراغ هنر زیبایی سنگ مصنوعی. سنگ مصنوعی حالا از چی تشکیل میشه؟ از یه سری مواد معدنی و گچ و سیمان و حالا متریالی که تو کنافه استفاده میشه، بتونه ماستیک و اینها. خب ما 2 نوع پودر داریم، یعنی پودرهای دستساز و پودرهای آماده هنری. پودرهای دستساز که باید خب البته هر کدوم مزایا و معایبی داره. کسایی که تازه اول کارشون هست و هنوز اندازه ها رو نمیدونن و قلق‌ها دستشون نیومده، خب بهتره که از پودرهای هنری آماده استفاده کنن، مثل اشراف، مثل پایدار، مثل صفوی زاده که اینا برند هستن و نمایندگیاشون هست و تو هر شهری حالا به هر حال میتونین پیدا کنین. اگر هم نباشه میتونین از تهران سفارش بدین. خب اونها به دلیل اینکه مقدارهاش مشخصه و شما فقط کافیه که این مقدار آب به نسبت خب 1:3 یعنی 30% آبش اضافه کنید و داخل قالب میریزید و خروجی رو بهتون تحویل میده. منتها پودرهای دستساز نه، شما باید برین گچ تهیه کنید، سیمان و یه سری مواد رزینی یا رزین اپوکسی هست یا به هر حال رزین های حالا 5 جزئی هست. اینها رو باید ترکیب کنید با هم تا بتونه اون پودر شما اون مقاومته و اون بسته شدن رو به شما بده. منتها خب این یه سری محلول ها و موادهای بسیار زیادی هست، اما به نظر من خب هزینه‌اش بالاست. البته میگم پودرهای دستساز خب مقاوم هست و مثلا گچ همه جا پیدا میشه تو همه شهر و سیمان هم همینجور، ولی خب اونو شما باید مقدارش رو دقیق بلد باشید تا بتونین حالا یه پودر دستساز مقاوم و خوب بهتون بده. اما نظر من اینه، چون خودم هم پودر هنری آماده اشراف و پایدار استفاده میکنم و خیلی هم راضی هستم و خیلی هم راحت تر هستش تا بخوای بیای این موادها رو جدا جدا تهیه کنی، خودت قاطی کنی آیا به اون کیفیت برسه یا نه. ولی اینا دیگه جوابشون رو پس دادن، این پودرهای آماده هنری. و خب میرسیم سنگ مصنوعی هم که بهتون گفتم به نسبت مشخص با آب قاطی میشه و میتونیم تو قالب‌های یا سیلیکونی یا قالب‌های تعلقی بریزیم و ازش خروجی بگیریم. حالا برای شروع کار خب بهتره که از قالب‌های تعلقی استفاده کنیم، به خاطر اینکه خب هزینه کمتری داره و قیمت مناسبتری داره، چون که اول کار هستین و خب نمیدونین و اصلا نمیتونی قالب مثلا سیلیکونی درست کنین، هزینه هاش بالاست. کیلویی تقریبا 670,000 تومان قالب سیلیکونی و اینها در میاد، چون باید کیلویی خب خریداری میشه، قیمت بالاتری هم داره. ولی قالب های تعلقی نه، از مثلا 30 تومن، 50 تومن، 100 تومن مدل های متنوع میتونی خریداری بکنی. خب ولی خب نکته مهمی هم هست تو سنگ مصنوعی که باید دقت بکنین که حباب نزنه، نمیدونم خروجی کارو تمیز سنباده کشی بکنین، رنگ ها مهم هستن و خب به هر حال همه اینا تاثیر گذاشت تا کارتون خیلی حرفه‌ای و تمیز به دست بیاد. حالا میریم سراغ شمع‌سازی. شمع‌سازی هم که خب دیگه از قدیم الایام بوده و هنر ترندی و همیشه بوده و هست، مخصوصا الان که خب خیلی به شکل‌های مختلف و حرفه‌ای‌تر و رنگ‌های متنوع‌تر و مکمل‌ها و خیلی پیشرفته شده. انواع و اقسام شادها هست، حالا شمع‌های ژورنالی هست، شمع‌های گل خشک هست، شمع‌های دوجه داره هست، شمع‌های دریایی هست و خیلی شمع‌های مختلف و متنوعی خب ترند شده با رایحه‌های مختلف که شما میتونین یاد بگیرین و خب به فروش برسونین. با هزینه خیلی کم شما میتونین این 3 تا هنر رو تو خونه یاد بگیرین و باهاش به درآمد برسین. اگر که دیگه خسته شدین از حالا شغل کارمندی یا میتونه شغل دومتون باشه، از تو خونه با یه میز میتونین شروع کنین و خیلی
کار هنری بسیار عالیه، در واقع یه نوع تراپیه برای خودم، من خیلی دوست دارم و منم خب کارمند بودم، خیلی کارهای اداری انجام دادم، ولی خب کلا علاقم به سمت هنر بوده و هست و من هم دارم این کارهای هنری که بهتون توضیح دادم رو انجام میدم. انشالله در آموزش‌های بعدی کم کم من خب اگر ببینم که حالا تو کامنت ها بهم نظر بدین که دوست دارین آموزش‌های این سه تا هنر براتون شروع کنم به گذاشتن یا نه. اگر که خب کامنت ها بالا بود که من شروع میکنم ویدیو رو براتون ضبط کردم. به امید دیدار تا ویدیوی بعد.